بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب ماشاءالله شما درس رو تکرار کردید. اکنون به درسی نو میگذاریم. درسی نو امروز کمی تفصیلاتش زیاد هست. الله سبحانه و تعالی در وقت ما برکت اندازد که تمام تفصیلات رو گذاشته توانیم. در اینجا فصل می آید. این فصل در مورد نواقض وضو می باشد. نواقض وضو یعنی که چیزهایی که وضو را می شکند. ينقض الوضوء 12 شيئا، یعنی که 12 چیز وضو را می شکند. یکمش ما خرج من السبيلين الا ريح القبل في الاصح. یکمش این است که هر چیزی که از دو راه، من السبيلين، سبیلین من برای شما شرح دادگی هستم قبلا، هر چیزی که از دو راه خارج شود یعنی که طهارت رو می شکند، الا بجز، یعنی که بغیر از ریح القبل، بادی که از راهی پیش می براید. این زیادتر به زنها پیش می آید، اما از جهت قاعده هم به زن و هم به مرد دخل دارد که اگر باد از قفا نه، از راهی قفا نه، بلکه از راهی پیش اگر بیرون شود، این طهارت رو نمی شکند. و چطوری که گفتم این به زنها زیادتر پیش می آید، چون که این در اصلش ریح شماریده نمی شود، یعنی که باد شماریده نمی شود. و همین فی الاصح این یک اصطلاح فقهی هست، یعنی که طبق قول صحیح تر، یعنی که این به ما اشاره میکند که در اینجا حتی در همین مذهب فقهی حنفی دو قول وجود دارد، اما آن فتوایی که میگوید که ریح قبول یعنی که بادی پیش طهارت را نمیشکند، از جهت دلیل و از جهت قوت بیشتر هست. از این سبب است که بر همین قول فتوا داده می شود. اگر در مراقی الفلاح اگر نظر کنید، خودی امام شرنبولاری چی میگوید؟ این قسمت رو شرح میدهد، میگوید که ما خرج من السبیلین و این قل. یکم نقطه‌ای که میگوید شما میتوانید که همین نقطه ها رو به تاجیکی نویسید در دفترهای خود، شرط نیست که عربیش رو بدانید یا نویسید، چون که این تفصیلات یا تشریح همین متن حسابیده می شود. آن چیزی که از دو رو خارج می شود میگوید که گرچه که کم هم باشد، و این قل، و میگوید که سمی القبل و الدبر سبیلا لکونه طریقا للخارجی. یک نقطه همین لغوی رو پیش میکند که راهی قفا و پیش، شرمگاهی پیش و قفا رو سبیل یعنی که راه نامیده می شود، از سببی که این یک راهی هست برای خارج شدنی نجاست. و بعدا میگوید که در اینجا دیگر نقطه دومی که در اینجا مهم است این است که میگوید سواء المعتاد و غیره کالدودة والحصى، یعنی که در اینجا برابر هست، یعنی که هم چیزهای معمولی در اینجا طهارت رو میشکند و خودتون البته میدونید که چیزهای معمولی که از دو راه خارج میشه چه چیزها میباشد، البته آنها طهارت رو میشکنند. و این چنین چیزهایی که غیر معمولی باشند به مانندی کرم یا اینکه سنگ، اینها هم یعنی اگر از سبیلین خارج شوند طهارت رو میشکنند. میگوید که فی الاصح در این موضوع هم، یعنی چیزهای معمولی و غیر معمولی، در این هم دو قول هست، اما طبق قولی صحیح تر آنها هم چیزها رو میشکنند، آنها هم طهارت رو میشکنند، از سببی که آنها از جای نجس خارج میشوند و ناممکن هست که به نجاست خارج شوند، البته که با نجاست آلوده شده خارج میشوند. و در مورد ریح القبل، بادی پیش، میفهماند، میگوید که لانه اختلاج لا ریح، میگوید که آن بادی که از شرمگاهی پیش خارج میشود این در اصل باد نیست، بلکه در اصل یک صدای هست که از سبب حرکت یا جمع شدن هوا از بیرون وقتی که داخل کرده می شود، از این سبب بیرون می شود. و البته کسانی که شوهر دارن شاید شما این رو خوبتر درک کنید که بعضی وقت هنگامی یعنی همخوابه شدن هم این زیادتر پیش می آید. البته گپی فقهی هست، از این سبب من برای شما یک اشاره کردم. نقطه دیگر از امام طحطاوی برای شما پیش می کنم. برای همین نقطه یکم یک تنبیه رو در اینجا پیش میکند، میگوید که ما سال من السبیلین انما يعد ناقضا لطهارة الحي، اما الخارج من الميت بعد تغسيله فيغسل ولا يعاد الغسل. میگوید که هر چیزی که از دور خارج شود این تنها وضوی شخصی زنده رو میشکند. ببینید که فقیهان چقدر دور فکر هستند، دوربین هستند، یعنی هر چیز رو به نظر میگیرن و این چیزها رو تنبیه میدهند، نقطه کرده پیش میکنند. میگوید اما آن چیزی که پس از غسلی مرده، شخصی مرده اگر خارج شود،
یعنی شستشو کرده می شود، پاک کرده می شود، ولی غسلش رو تکرار کرده نمی شود. شخص میت اگر غسل داده شود و پس از آن از سبب حرکت دادنش کمی اگر نجاست خارج شود از سبیلین، غسل او رو بیکار نمی کند، ناقض نمی سازد. یعنی که اینو حکم تنها دایر به مردمی زنده می باشد. می گذاریم به نقطه دوم. می گوید که وینقضه ولادة من غیر رؤیت دم. طهارت رو این چنین می شکند تولد کردن بغیر از رؤیت دیدن خون. یعنی که اگر چی خونی نفاس رو هم نبیند، که این رو ما خونی نفاس می گوییم، خونی که پس از ولادت خارج می شود. و در اینجا امام شرنبلالی تفسیر می دهد، می فهماند، می گوید که و ینقضه می شکند او را، یعنی که وضو را می شکند ولادة من غیر رؤیت دم ولا تكون نفساء في قول ابی یوسف و محمد آخرا و هو الصحیح. و زنی که پس از تولد کردن خون نبیند، آن زن را ما نفسا نمی گوییم. چطوری که زنی که خون حیض می بیند حائض گفته می شود، زنی که خون نفاس ببیند، خونی پس از تولد کردن ببیند، او را با زبان فقهی نفسا گفته می شود. این واحد هست. خب یعنی ما او را نفسا هم نمی نامیم طبق قولی قاضی ابو یوسف و امام محمد در آخران فتوایش، و این است صحیح، این است قولی صحیح. میگوید لتعلق النفاس بالدم ولم یوجد، چون که ما نفاس رو، حکم نفاس رو تنها در آن دم میدهیم، در آن وقت میدهیم وقتی که خون وجود داشته باشد. اما هنگامی که خون با وجود نآید یا خون موجود نباشد، پس ما حکم نفاس رو هم نمیدهیم. اما میگوید و علیها الوضوء للرطوبه، اما باز هم باید که طهارت کند پس از این گونه ولادت، برای آن که حتما رطوبت خارج می شود، حتما که تری خارج می شود با این گونه تولد کردن. اگر خون یعنی وجود نداشته باشد، حتما تری و آلودگی خارج می شود و از این سبب باید حداقل طهارت کند. اما این خیلی کم پیش می آید، چطوری که شما خودتان می دانید. و بعدا پیش میکند قول خود امام را، امام ابو حنیفه را، میگوید که وقال ابو حنیفه رحمه الله علیها الغسل احتیاطا لعدم خلوه عن قلیل دم ظاهرا. میگوید که و قول امام ابو حنیفه رحمه الله این بود که این گونه زن باز هم از راه احتیاط باید که غسل کند، چون که میگوید که لعدم خلوه، چون که هیچ وقت تولد کردن از حتی کم خون خالی نمی باشد. یعنی که عموما وقتی که زن تولد میکند حتما یک کم خون هم بیرون میشود. یعنی که در اصل هر سه امام ها قولشان یک هست، اما امام ابو حنیفه این رو زیادتر به نظر میگیرد که حتما در وقت تولد کردن یک کم ترک خون هم خارج میشود. برای همین شاید دیده نشود یا شاید از سببی که کم هست رنگش اونقدر معلوم نشود، احتیاطاً غسل کند. اما صاحبه این که میگویم، یعنی که امام ابو یوسف و امام محمد، آنها چی میگویند که اگر خون نباشد تنها طهارت کردن لازم میگردد. و به هر حال میگوید که وصححه فی الفتاوى و به افتى الصدر الشهید رحمه الله تعالی، یعنی که طبق قول امام بعضی امامان مذهب فتوا دادند. خب یعنی که گپی مهم در اینجا همین قدر هست که تولد کردن طهارت را، حداقل طهارت را میشکند وقتی که خون نبیند. البته اگر خون ببیند زن رو در حالت نفاس قرار میدهد و وقتی که خونش به انتها رسد یا بس شود باید که غسل کند و به نمازش برگردد، که این دخل دارد به احکامی نفاس، که اگر خواهید ما داریم یک پلیلیست در کانال که شما میتوانید از آن استفاده کنید. به هر حال میگوید که و نجاسة سائلة من غیرهما کدم و قیح، یعنی که نجاستی که جاری میشود از بغیر از آنها، یعنی که از غیر از دو راه، به مانند خون و قیح. قیح آبی چرک رو گفته می شود، عموما از زخم ها بیرون می شود. به هر حال یعنی که اگر ما به غیر از سبیلین رو به نظر بگیریم، یعنی که در تمام بدن، از تمام بدن اگر خون خارج شود یا اینکه همین آبی چرک خارج شود، قیح خارج شود، زرداب وقتی که خارج شده جاری می شود، این طهارت رو می شکند. امام شرنبلالی در شرحش میگوید در مورد این، میگوید که وینقض الوضوء نجاسة سائلة من غیرهما ای السبیلین لقوله علیه الصلاة والسلام
میگوید که نجاستی که جاری می شود از تمامی بدن به غیر السبیلین، چون که سبیلین رو معلقه حکم دادیم، معلقه فهموندیم که هر چیزی که از سبیلین خارج می شود طهارت رو میشکند. اما اگر از سبیلین نباشد چی؟ امام شورنبلاری میگوید که اگر از سبیلین نباشد باز هم طهارت رو میشکند هنگامی که این نجاست جاری شود. اگر جاری نشود، همین خل نمایان شود، پوست بریده شود اما همین خل نمایان شود، جاری نشود، طهارت را نمیشکند. یعنی که سائله بودن، سائله این کلمه این لازمی هست، این است قید این حکم. خب یعنی که شرط مهمی این حکم، چون که میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الوضوء من کل دم سائل، یعنی که طهارت وضو با هر خونی روان واجب میگردد، یا اینکه طهارت باید که از هر خونی روانه کرده شود. و میگوید که هو مذهب العشرات المبشرین بالجنة، بعد نامهای صحابه ها رو نامبر میکند. میگوید که این قولی 10 صحابی که با بهشت بشارت داده شده بودند این قولی آنها بود. و این چونین ابن مسعود، ابن عباس، ابن ثابت، ابو موسی الاشعری از کبار صحابه رضی الله عنهم و بعضی نامهای تابعین را با مانند الحسن البصری و ابن سیرین و غیره نامبر میکند. میگوید اما جای اصلی و بعدن چی میگوید؟ و سیلان فی السبیلین بالظهور علی رأسهما. این نقطه مهم است که شما این را نویسید. یعنی که سیلان که میگویم جاری شدن، روانه شدن، این را ما چگونه به نظر میگیریم، چگونه حساب میکنیم؟ میگوید که اگر سیلان در سبیلین باشد ما این گونه به نظر میگیریم که بالظهور علی رأسهما، وقتی که همان نجاست ناپاکی در دهانی همان دوراه میگویم رأس یا در سری همون دوراه وقتی که چی شود ظاهر گردد یا اینکه پیدا شود. و بعدا میگوید و فی غیر السبیلین بتجاوز النجاسة الى محل يطلب تطهيره ولو ندبا. میگوید فلا ينقض دم سال في داخل العين الى جانب آخر منها بخلاف ما صلب من الأنف. وقوله كدم وقيه إشارة إلى أن ماء الصديد ناقض كماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لمرض على الصحيح. یعنی که میگوید که جاری شدن ناپاکی در سبیلین اگر باشد به این معنا هست که وقتی که در سری سبیلین معلوم شود، و اگر در غیر دوراه باشد، در غیر سبیلین باشد، به این معنا هست که باید نجاست گذرد، با معنای گذشتن نجاست از آن جای به جایی که پاک کردنش لازم هست، حتی اگر پاک کردنش مستحب باشد. یعنی که وقتی که جاری شود، مهم همین است، جاری شود به یک قسمت دیگری بشره، به یک قسمت دیگری پوست، چون که تمام پوست رو تازه کردن از نجاست این واجب هست هنگامی طهارت کردن. یعنی که در درونی پوست نباشد. اگر مخفی باشد، اگر گویم که اگر دست انسان یا اینکه بعضی وقت ناخون انسان، اگر شما ناخون خود رو اگر یکم وقت زده باشید یا کسی رو دیده باشید که ناخونش رو سخت بزند در یکم جا، چی می شود؟ خون در زیر ناخون جاری می شود. اما آیا زیر ناخون رو شستن برای ما واجب هست یا حتی مستحب هست؟ نه، البته غیر ممکن است، و حتی اگر ممکن هم باشد با گرفتن ناخون ممکن میگردد که این انسان رو درد میدهد، قریب که غیر ممکن هست بی درد بی عذاب. پس پایان ناخون رو اگر در پایان ناخون که پر از سرخ میگردد یا سیاه میگردد وقتی که کسی ناخونش رو میزند، پایان یا زیر ناخون رو شستن، یعنی که زیر جای قسمتی که نوکش هست آن رو من در نظر ندارم، زیرش رو در نظر دارم که به ریشه نزدیک هست. وقتی که خون از یک جا به دیگر جا یا تمامی پره تگ ناخون پر شود، آن قسمت رو شستن برای ما لازمی نیست. پس این است هدفش وقتی که میگوید از همان جای زخم جاری شود و یک جایی که شستنش یا واجب هست یا اینکه مندوب. به هر حال بعد میگوید که پس خونی که در داخل چشم باشد، در داخلی چشم، جای سفیدی چشم را در نظر دارد، عموما همین جا می باشد که بعض وقت یعنی رگ‌های همون چشم کمی یعنی میترقد یا میکفد و از یک قسمتش به دیگر قسمتش خون جاری می شود. میگوید که اگر در داخل چشم از یک طرف به طرف دیگر اگر خون روانه شود وضو را نمیشکند، چون که آیا شستن درون چشم لازمی هست؟ نه. پس میگوید که این را همچون مثال پیش میکند و میگوید که برخلاف خون غوثی که از بینی خارج می شود، اگر از بینی خارج شود البته قسمت بینی رو شستن لازمی هست یا اینکه مستحب یا سنت هست در طهارت. پس این قسمت اگر به این قسمت خون جاری شود البته که طهارت رو میشکنه. و میگوید که خودش میگوید که کدم و قیه، وقتی که من این قسمت رو میگویم به مانند خون یا اینکه زرداب، میگوید که این عباره اشاره میکند که همون زرداب یا مایع چرکی که از زخم ها بیرون میشود، هر دوی این چیزها وضو رو میشکنند، مثل مایعی که از
یا زردابی که از سینه میتواند خارج شود یا از ناف خارج شود یا از گوش خارج شود، اگر تمام اینها بر اثر بیماری باشد، موافقی قول درست، یعنی که از سبب بیماری باشد، در آن وقت تمام این گونه قیها یعنی که زرداب ها طهارت را میشکنند. و امام طحطاوی هم همین شرح را میدهد، میگوید که وقتی که امام شرنبولری میگوید کما الثدی و سرتی، به مانندی زردابی سینه یا اینکه ناف، خب این رو بلیستر هم گفته می شود، اگر شما این کلمه رو بفهمید شاید به روسی باشد. خب بلیستر یعنی زرداب مایه ناف، مایه سینه، و میگوید این چونین مایه گوش و چشم اگر سبب آنها بیماری باشد در شکستن وضو برابر حساب می شوند، موافق قول صحیح. خب یعنی که خودی شیر سینه نه، اما و آب همین خیلی آبی عادی باشد، پس از مثلا غسل کردن اگر پس از یک چند دقیقه براید، این رو به نظر نداریم، بلکه هدفش زرداب هست یا آب یا هر مایه‌ای که سببش زخم باشد یا درد یا بیماری باشد. خب و بعدا میگوید که وقیء طعام او ماء او علق او مره اذا ملأ الفم، قیء کردنی خوراک، طعام او ماء یا اینکه آب، او علق یا اینکه خونی لخته شده، او مره یا تلخاب، اذا ملأ الفم اگر دهان رو پر کند. وهو ما لا يطبق عليه الفم الا بتكلف على الصحيح. و بعدا تفسیر میدهد یا تعریف میدهد که ملأ الفم دهان رو پر کرد چی معنا دارد و ما این رو چگونه حساب کنیم، چگونه فهمیم. یعنی چیزی که دهان به مشقت بستن نمیتواند، یعنی که آنقدر دهان پر شود که فم یعنی که دهان طاقت نداشته باشد که یعنی دهان بند شود مگر با تکلف، یعنی که مگر با مشقت، با دشواری، طبقی تفسیر صحیح یا قول صحیح. بعضا این رو اینگونه تفسیر میدهند که وقتی که انسان کلام کردن نتواند با همین قید در دهانش، این رو دهانی پر حسابیده می شود. اما این خیلی یک فهمیش یا اینکه یک تفسیری مشهور هست که عموما برای ملأ الفم یا اینکه دهانی پر پیش کرده می شود. و بعدا میگوید که ویجمع متفرق القیء اذا اتحد سببه، یعنی که قیء های جدا جدا رو جمع کرده می شود اگر سببشون یک باشد. اذا اتحد وقتی که متحد باشد، یک باشد سببش. خب و در اینجا چی میگوید؟ یعنی که در اینجا ما همین حکم رو میگیریم که قیء کردن، پرتافتن دهانی پر هم طهارت رو میشکند. و اگر از یک سبب انسان پرتاید وقفه کند، در یک بیماری باشد، سببش یک باشد، تمام این قیء ها رو جمع کرده می شود و بعدا دیده می شود که آیا این چند باری که پرتافت آیا دهان رو پر می کند، یعنی که ملء الفم آیا حساب می شود یا اینکه نه. اگر حساب شود پس طهارت رو می شکند و اگر خیلی کم باشد دهان رو پر نکند طهارت رو نمی شکند. به هر حال در اینجا می فهماند امام شرنبولری، میگوید که و ینقض قیء طعام او ماء و ان لم يتغیر او علق، میفهماند که این یعنی این چیزها چی چیزها می باشد، گرچه که البته شما شاید فهمیده باشید. یعنی میگوید که وضو رو میشکند قیء کردن خوراک یا آب. میگوید که آب حتی اگر تغییر نیفته باشد، آب رو بنوشی به معدت رسد و دوباره برگردد، میگوید که گرچه که آب اگر زرد هم نشده باشد، تغییر نکرده باشد، باز هم اگر قیء دهانی پر باشد این طهارت رو میشکند. سببی که در این نقطه اختلاف است، چون که بعضی علما میگویند که اگر آب تغییر نشده باشد این باید که طهارت رو نشکند. به هر حال در اینجا امام شرنبولری قولی که میگیرد این رو پیش میکند. و بعدا میگوید که علق، یعنی که علق خونی هست یا پاره خونی هست که سیاه شده می باشد، یعنی که سرخ هست یا سرخیش اینقدر زیاد هست که با مانند سیاه معلوم می شود. یا مره تلخوب را گفته می شود، تلخوبی زرد را گفته می شود که از معده بیرون می شود. و بعدا میگوید که والنقض بأحد هذه الأشياء إذا ملأ الفم لتنجسه بما في قعر المعدة. میگوید که وضو با یکی از این چیزها وقتی که دهان را پر کند شکسته می شود، زیرا آن با ناپاکی هایی که در عمیق معده قرار دارد آلوده می شوند. از این سبب است که چون که نجاست خارج می شود، گرچه که این چیزها پاک باشند اینها طهارت را می شکنند. و در اینجا تفصیلات خیلی زیاد هست. مثلا یک مسئله دیگر هست که اگر انسان خوراک را درون دهانش کند
و در راه در همان در حلقش باشد و فوراً بیرون شود از سبب سرفه کردن یا یک چیزی، این باید طهارت را نشکند، چون که به معده نرسیده است و نجس نشده است با چیزهای با آلودگی های معده. اما اگر ما با تمام باریکی های یک مسئله داخل شویم، تمام روز را در بر میگیرد. از این سبب من همان گویم که حکم اساسی هر مسئله رو برای شما پیش میکنم. به هر حال میگوید و دم غلب علی البزاق او سواه. دمون یعنی خونی که غالب گردد، غالب شود علی البزاق بر لعاب دهان، او سواه یا اینکه با آن برابر شود. توف که میگویم توفی دهان، لعاب دهان. و در اینجا میفهماند یعنی که وقتی که دهانمون خون شود چی میشود؟ خون با لعاب دهان آمیخته میشود. همین خیلی نیست. پس میگوید که اگر خون اینقدر زیاد باشد که همون لعاب دهان را غالب، بالای لعاب دهان غالب گردد یا اینکه برابر شود، طهارت میشکند. چون که چی معلوم میشود به ما؟ که از یک مکانی جسدی ما، جسمی ما، خون که نجاست حسابیده میشود جاری شده است. در دهانم اگر باشد، از دندانم اگر باشد. پس امام شرنبلاری این را میفهماند، میگوید که وینقضه دم من جرح بفمه غلب على البزاق. و میفهماند که بزاق یعنی که ای الریق، یعنی که توفی دهان، او سواه احتیاطا یعنی وضو رو میشکند خونی که از زخم دهان یا از زخمی که در دهان باشد اگر بر لعاب دهان غالب آید یا با آن برابر باشد وضو رو میشکند. یعنی و برای چی میگوید که برابر بودنش تنها از راهی احتیاط طهارت را میشکند. چون که برابر بودن هیچ وقت یک چیزی تماما و کاملا برابر نمی باشد، یا زیاد می باشد یا کم، اما برابر بودنش با ما اشاره میکند که خیلی زیاد هست و احتیاطاً طهارت حکم شکسته شده رو میگیرد تا اینکه انسان طهارت کند و عبادت خود را سالم نگه دارد و پوره نگه دارد. به هر حال میگوید که چگونه یعنی ما این رو میفهمیم؟ و یعلم باللون، میگوید که ما این غلبه شدن رو با رنگ میفهمیم، با رنگ معین میکنیم. میگوید فالاصفر مغلوب و قیل الحمرة مساو و شدیدها غالب. یعنی که اگر رنگی زرد باشد، یعنی که اگر لعاب دهان زرد باشد یعنی مغلوب حساب می شود، یعنی که لعاب دهان زیادتر هست، خون خیلی کم هست، طهارت نشکسته است. و گفته شده است که رنگ سرخ برابر حسابیده می شود، یعنی که سرخ باشد یا سرخی خیلی کم باشد این رو برابر حساب میکنیم. و اگر رنگ سرخ خیلی سخت باشد میگوید که و شدیدها یعنی که شدید الحمره، اگر سرخی خیلی بلند باشد یعنی که لعاب غالب شدگی هست با خون، یعنی خون زیادتر هست. و بعدا میگوید که و نوم لم تتمکن فیه المقعده من الارض، خوابی که در آن محلی که نشست، یعنی محلی که ما بالای آن میشینیم به زمین تماما تکیه نکرده باشد، تماما قرار گرفتن نباشد، این گونه خواب هم طهارت را میشکند. از سببی که یعنی مقعده از زمین بالا هست و احتمالی خارج شدنی با در اینجا وجود دارد. و همین را امام شرنبلاری میفهماند، میگوید که هذا اذا لم تتمكن فيه المقعده يعني المخرج من الأرض باضطجاع وتورك واستلقاء على القفا ولو كان مريضا يصلي بالإيماء على الصحيح. یعنی میگوید که طهارت میشکند این در صورتی هست که مقعد یعنی پشت ما، یعنی که مخرج میگوید که واضح تر برای ما گوید بالای زمین استوار نباشد، استوار شده نباشد، بلکه انسان خواب کردگی باشد به مانندی به پهلو خوابیدن یا اینکه نشستن با تکیه کردن به یک طرف یا به قفا خوابیدن. در تمام این حالت ها گرچند که شاید مقعد ما به زمین تا یک درجه میرسد اما استوار نیست. میگوید که حتی اگر بیمار باشد و با اشاره نماز گذارد. خب یعنی که بیمار، انسانی بیمار بعضی وقت به پهلویش میخوابد یا با تکیه نماز میخواند، حتی این هم در همین حکم داخل میشود که اگر خوابش برد. موافق قولی درست میگوید. و بعدا میگوید که وانقلاب على الوجه لزوال المسكة والناقض الحدث للإشارة إليه بقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السحي فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. و میگوید این چونین وانقلاب على الوجه لزوال المسكة، این چونین اگر انسان رو به زمین کند، رو به زمین گرداند، این هم باعثی لغزشی مقعد می شود.
یعنی که اگر مقعد استوار بر زمین نماند در این حالت هم طهارت میشکند. میگه که این وضو را میشکند گرچند که خودش حدث حسابیده نمیشود. یعنی که و ناقض آن چیزی که طهارت رو میشکند این خود خوب شدن نیست بلکه احتمالی حدث هست، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین چیز اشاره کرده است وقتی که فرموده است العینان وکاء الصح، یعنی که چشمان محکم کننده مقعده می باشند و اما وقتی که چشمان خواب می روند همان مقعده گشوده می شود. یعنی که وقتی که انسان بیدار هست آگاه هست که از مقعدش از مخرجش چی چیزها خارج می شود، اما وقتی که خوابش می برد البته در غفلت می باشد و نمی داند که از بدنش چی خارج می شود. این اشاره است به حدیثی که از معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه روایت می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی همین حدیث رو فرموده است ان العینین وکاء الصح فاذا نامت العینان استلق الوکاء. این کلمه هم اومده است که در روایت امام احمد و امام الدارمی، یعنی در کتاب امام احمد و امام دارمی این روایت شدگی هست. خب و بعد از آوردن این حدیث میگوید که وفيه تنبیه على ان الناقض ليس النوم لانه ليس حدثا وانما ما لا يخلو النائم عنه فاقيم السبب الظاهر مقامه والنعاس الخفيف الذي يسمع به ما يقال عنده لا ينقض. بعدا میگوید که از این حدیث ما میفهمیم که خودی خواب کردن وضو رو نمیشکند زیرا آن خودش نجاست حسابیده نمیشود بلکه چیزی است، یعنی آن چیزی میشکند که شخص خوابیده از آن خالی نمی باشد از آن. یعنی عموما انسان وقتی که خواب میکند تمام مفاصلش راحت میگردد، جانش و جسمش راحت میگردد و احتمالی خارج شدن باد زیادتر هست و از سببی که غافل میماند از فهمیدن این، از این سبب است که سبب ظاهر به جای سبب اصلی گذاشته می شود، چون که ما سبب اصلی را شخص خوابیده فهمیده نمیتواند. از این سبب است که سبب ظاهر یعنی که خواب شدن مقام در مکانی همین سبب اصلی گذاشته می شود، یعنی که علت ظاهری همچون دلیل گرفته می شود. و بعدا میگوید که اگر نعاس یعنی که اگر خوابی سبک باشد که انسان خواب باشد اما خوابی خیلی سبک که باز هم تواند که صداها رو شنود سخنها رو شنود در این حالت وضو نمیشکند، یعنی آگاه باشد گرچند که خواب باشد اما خوابی خیلی سبک باشد و صداها رو سخنها رو شنود در این حالت وضوش نمیشکند طهارتش نمیشکند. یعنی خلاصه این مسئله همین قدر شد که اگر انسان مقعدش یعنی که پشتش بر زمین استوار نباشد به پهلو خواب شدگی باشد یا اینکه به یک حالت دیگر خواب شدگی باشد که مقعدش پورا استوار نباشد بر زمین یعنی گویا بند نباشد طهارتش میشکند اگر خوابی وزنین شود. اما اگر خوابش سبک باشد و آگاه باشد از صداها از حرکتها گرچند که تمامی کلام رو نفهمد در این حالت طهارتش نمیشکند. و در این هم باریکی ها هست نازکی ها هست که علما در بحث می روند که یعنی مقدار فهمیدن صداها چند قدر باید باشد، آیا تمامی کلام مردم رو فهمیدنش لازم هست، آیا بعضی کلمه ها رو نفهمیدن کفایه میکند، یعنی در این هم تفصیلات هست اما عموما مسئله به همین طور هست. به هر حال هفتمش به ششم دخل دارد و ارتفاع مقعدتی نائم قبل انتباهه و این لم يسقط في الظاهر، یعنی که ارتفاع برداشته شدنی مقعدی یعنی محلش نشستی شخصی خوابیده شخصی که خواب باشد قبل انتباهی پیش از بیدار شدنش یا پیش از آگاه شدنش اگر این لم يسقط في الظاهر اگر چی نافتد بر قولی ظاهر. یعنی که این چی معنا دارد؟ یعنی که اگر انسان خواب باشد بر همین حالتی درست یعنی که مقعدش اگر بر زمین استوار باشد بند باشد اما با خوابی خیلی شدید گرفتار شود خیلی سخت خوابش برد که مایل شود و بیافتد اما آگاه نشود، این هم از سببی که مقعدش از زمین بالا می شود طهارتش رو میشکند. و امام طحطاوی این رو میفهموند میگوید که وینقضه ارتفاع مقعده فقیل این انتبه كلما سقط فلا ينتقد، یعنی که میگوید که اگر شخص هر وقتی که افتد بیدار شود فوراً یعنی که همین که به زمین رسد بیدار شود همین که همین در یکم ثانیه‌ای که دستش یا
پایش بر زمین رسد، بیدار شود، آگاه شود، در این حالت میگوید که طهارتش نمیشکند. لا ينتقض الوضوء. اما میگوید و ان استقر نائما ثم انتبه انتقض لوجود النوم مضطجعا. اما اگر شخص در حالت خواب استوار ماند، یعنی که افتاد از، یعنی که نشسته بود بر مقعدش و مقعد بند بود، استوار بود بر زمین، اما اگر بی افتاد و پهلوش افتاد و خواب رو ادامه دهد، بیدار نشود و پس از یک چند وقت بیدار شود، یا پس از حتی یک چند ثانیه هم باشد، پس از یک چند دقیقه هم باشد، اگر بیدار شود، در آن حالت وضو میشکند. زیرا که چی به وجود آمد؟ زیرا که خواب در حالت در پهلو بودن رخ داد. خب یعنی که همین که مقعد از زمین بالا شد، تا وقتی که در حالت افتیدن باشد طهارتش نمیشکند. اگر دستش به زمین رسد یا پایش یا زانوش به زمین رسد و بیدار شود، یعنی که فوراً بیدار شود، طهارتش نمیشکند، چون که آگاه شد، همین که مایل گردید یا خم شد بیدار شد. اما اگر به زمین افتاد یا به دیوار افتاد و تکیه کند و آگاه نشود و یک چند دقیقه خواب کند بعد بیدار شود، در این حالت طهارتش میشکند. یعنی که تمامی سبب این رقم ششم و هفتم همین است که باید مقعد، باید پشت در زمین بند باشد و استوار باشد. اگر استوار باشد، تمامی وزنش بالای مقعدش باشد و در این حالت اگر خواب کند، طهارت نمیشکند، چون که مقعدش بر زمین استوار هست و احتمالی خارج شدن باد نیست یا اینکه خیلی کم هست. اما اگر انسان به این گونه یک حالت تکیه کند یا خواب کند که در حالت تکیه کردن باشد به دیوار، به پشتش، یا اینکه به پهلوش خواب کند، یعنی که مقعد به پرگی، یعنی سخت استوار بر زمین نباشد، تمامی وزنش بالای مقعدش نباشد، در این حالت طهارت میشکند. خب و بعدا داریم و اغماء و جنون و سکرون. اغماء یعنی بیهوشی، جنون دیوانگی و سکر مستی. تمام این سه چیز را امام شامبولاری میفهماند، میگوید که اغماء یعنی کوشش میکند که اینها رو تعریف دهد، اینها رو که میفهماند، میگوید که اغماء هو مرض یزیل القوه و یستر العقل. یعنی که میگوید که بیهوشی این یک بیماری را گفته می شود که قوت را از بین میبرد و عقل را میپوشاند. تماما انسان نه بدنش را استفاده کرده میتواند، یعنی که نه در بدنش قوت هست و نه در عقلش. جنون میگوید این بیماری هست که عقل را از بین میبرد و قوت را باقی میماند، یا اینکه قوت را حتی زیاد میکند. یعنی این را میگوید که مرض یزیل العقل و یزید القوه. حالان که سکر چیست؟ میگوید هو خفة یظهر اثرها بالتمایل و تلعثم الكلام لزوال القوة الماسكة بظلمة الصدر و عدم انتفاع القلب بالعقل. این رو میگوید که این یک سبوکی هست، خفه یعنی کم عقلی هست، بی عقلی هست، و تأثیر آن در چی معلوم می شود؟ یعنی اثر آن یا تأثیر آن در چی حرکت ها نمایان می گردد؟ در تکان خوردن یا مایل شدن انسان، مایل شدن بدن انسان و لغزیدن بدن انسان، حتی در سخنش، در این چیزها نمودار می شود. و این حالت بر اثر این است که یعنی قوه انسان از بین می رود. قوتی که انسان استفاده می کند برای فایده گرفتن از عقلش، این قوت از بین می رود، از سببی که دل پوشیده می شود و قلب هم از عقل استفاده بوده نمی تواند. یعنی این گونه تعریف می دهد، اما مهمش همین است که شما این حالت ها رو با تجربه بفهمید. میگوید که در تمام این حالت ها طهارت میشکند. البته از همه سبب مهمش از جهتی قیاس این است که انسان در حالت بیهوشی و در حالت بیهوشی البته اونقدر متوجه نیست و البته آگاه نیست، غافل هست از آن چیزی که با بدنش می شود، نمیفهمد که آیا باد خارج می شود یا نه، یعنی که به مانند خواب شدن هست. جنون البته همان گویم که تکلیف انسان را یا مکلف بودن انسان را از بین می برد. خب یعنی مسئول بودن انسان از جهت دینی این را از بین می برد و انسان را تا یک درجه
از چگونه بودنش غافل میگرداند. و سکر که هست مستی، این رو از جهتی یا بر اساس زجر و تنبیه، یعنی که از سبب تنبیه دادن، یعنی که زجر و توبیخ گفته می شود. تنبیه دادن از جهت شرعی این رو گفته می شود، چون که انسان دست رسانیده است به یک گناه و این را از جهت شریعت باید که سزا داده شود. همچون این یک سزای شرعی حسابیده می شود که حتی حالتی پاکیش از بین می رود. و 11 این است قهقهة بالغ یقظان فی صلاة ذات رکوع و سجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة. خب 11 قهقهه شخصی بالغی که بیدار باشد در نمازی که دارای رکوع و سجده باشد، ولو تعمد الخروج، حتی اگر انسان قصداً این کار را اجرا کند برای از نماز بیرون شدن، حتی اگر انسان قصداً نماز را ترک کردنی باشد با این حرکتش. خب امام شرومبلایی این را میفهماند که و ینقضه قهقهة مصل بالغ عمدا او سهوا و هی ما یکون مسموعا لجیرانه. میگوید که وضو را میشکند قهقهه نمازگزار که میرسد شنیده میشود، چی عمدن باشد یا سهوان، یعنی که خواه قصدن باشد یا از سبب فراموشی، فرق نمی کند که سببش چیست. انسان قصدی این گونه کند یا از سبب یعنی غلبه شدن خنده این گونه کند یا نخست این گونه کند یا فراموش کند که در نماز است و این گونه بخندد، یعنی در تمام این حالت ها حکم برابر هست. و میگوید که این قهقه صدایی هست ما یکون مسموعا لجیرانه، صدایی هست که همسایه او گویا آن را میشنود، یعنی که همسایه‌ای که در نزد او باشد او را شنیده تواند، یعنی که با صدا باشد، خنده با صدا باشد. و ضحک ما یسمعه هو دون جیرانه، یعنی که اینجا میفهماند که قهقه چیست، ضحک چیست و تبسم چیست. و به جایی که عبارت ها رو من برای شما بخونم همین خیلی میفهمونم. میگوید که قهقه صدایی هست که هم انسان خودش میشنود و هم یک کسی که در نزدش باشد، یعنی که همسایه هست، یعنی که کسی که اگر در یک صف در نزد او اگر ایستاده باشد شنود از طرف او. و ضحک چیست؟ ضحک خنده رو گفته می شود که انسان تنها خودش میشنود، و البته کسی که در نزد او است نمیشنود، دیگر کس نمیشنود. البته این نماز را باطل میگرداند اما طهارت را نه. و جای آن که قهقه هم نماز را و هم طهارت را از بین میبرد، باطل میسازد. و سوم چیز در اینجا تبسم هست. تبسم کردن، تنها لبخند کردنی که بی صدا باشد، نه خودش صدا را شنود و نه کسی که در نزد او باشد. میگوید و تبسم لا یبطل شیئا، تبسم چیز را باطل نمی کند. و هو ما لا صوت فیه ولو بدت به الاسنان، گرچند که اگر دندان ها هم نمایان گردد اما این خنده رو گفته می شود که بی صدا هست. یعنی که اگر انسان در نماز لبخند کند، البته این خلاف عدد نماز می باشد اما این نماز رو باطل نمی گرداند. و بعدا میگوید که قهقهة الصبی لا تبطل وضوءه لانه لیس من اهل الزجر و قیل تبطله. میگوید که قهقه کردن کودکان وضوء آنها را نمیشکند، زیرا که آنها از جمله کسانی نیستند که آنها را تنبیه داده شود، زجر کرده شود. گرچند که یک قولی هست که گفته میشود که وضوء آنها هم میشکند، اما قول یکمش درست‌تر هست، چون که آنها مسئولدار دینی نیستند، یعنی که اهلی تکلیف نیستند، مکلف دینی ندارند، مکلف دینی نیستند تا حال. خب و بعدا میگوید که یقظان لا نائمین علی الاصح، یعنی که قید یقظان در اینجا چی فایده دارد؟ یقظان که گفته میشود یعنی که این باید که این قهقه وضو رو در آن وقت میشکند اگر انسان بیدار باشد، نه اینکه خوابیده. خب اگر انسان بیدار باشد، انسانی که بالغ باشد و انسانی که بیدار باشد، آگاه باشد، نه اینکه انسانی که خوابیده باشد، موافق قول صحیح. و بعدا میگوید که فی صلات ذات رکوع و سجود، این رو هم میفهماند، یعنی که صلات باید نمازی باشد که کامل باشد، دارای رکوع و سجده باشد، بالاصالتی ولو وجدت بالایماء
سواء كان متوضئا أو متيمما أو مغتسلا في الصحيح لكونها عقوبة فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة. يعني بعضی تفسیرات رو میفهمونند که یک هست، یعنی که خلاصه همش یک هست، میگوید که نماز کامل باید باشد که دارای رکوع و سجده هست. خواه اگر یعنی که در اصل این نماز دارای رکوع و سجده باید باشد، گرچه که در همان روز یا در همان حالت همان انسان با اشاره بخواند از سبب بیماری یا یک سبب دیگر هم اگر باشد، فرق نمیکند که این وضو یعنی با وضو باشد، با آب باشد، یا با سبب تیمم گرفته باشد، یا با غسل گرفته باشد. طبق قول درست‌تر یعنی که در تمام این حالت ها فرق نمیکند که طهارت خود را با چی طریقه حاصل کردگی هست. اگر با این گونه کار مبتلا شد طهارت او شکسته میشکند. و بعدا میگوید که یعنی که با ذکر نماز کامل ما چی رو استثنا میکنیم؟ نماز جنازه را و سجده تلاوت را، زیرا که در مورد آنها نصوص های دیگر وارد شدگی هستند. پس میگوید که بنابر این قهقه وضو را نمیشکند در نماز جنازه و در سجده تلاوت، گرچند که نماز آنها را باطل میگرداند، یعنی که همان نماز را باطل میگرداند اما طهارت را نه. اما اگر نمازی کامل باشد البته هم طهارت را و هم نماز را باطل میگرداند. خب و وقتی که میگوید که از سبب دیگر دلیل ها با این دلیل اشاره میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله از پیامبر صلی الله علیه و آله هم با طریق مرسل و هم با طریق مسند روایت شدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند من ضحک منکم قهقهة فلیعید الوضوء والصلاة، که کسی که از بین شما با طریق قهقه اگر خندیده باشد پس بگذار که هم طهارت رو و هم نماز رو دوباره کند. و در اینجا یعنی میفهموند با از جهت حدیثی میگوید که اهل الحدیث اعترفوا بصحت مرسلا، یعنی که سند همین روایت، سند مرسلش عالمان حدیث گفتند که مرسلش صحیح است. و مرسل اگر بیاد داشته باشید، اگر گفته باشم طبق عالمان فقه، یعنی عالمان فقه حدیث های مرسل رو قبول میکنند و میگوید اما روایته مسندا فعن عده من الصحابه، یعنی که و سند مسندش اگر باید داشته باشید مسند چیست، سند مسندش از چندین تا صحابگان رضی الله عنهم روایت شدگی هست، و مانند ابن عمر و معبد ابن ابی معبد الخزاعی، ابو موسی الاشعری، ابو هریره، انس، جابر و غیره. از تمام اینها روایت شدگی هست، یعنی که سند مسندش. اما مرسل چطوری که گفتم صحیح هست و همچون حجت گرفته می شود نزد فقیهان. این را امام طحطاوی ذکر می کند در مورد همین نص، در مورد من ضحک منکم قهقهة. و در آخر می گوید که و مس فرج بذکر منتصب بلا حائل. البته اینش خیلی ظاهر هست، این آخرانش هست، ان شاء الله همین رو می گذاریم و درس به پایان می رسد. می گوید که و رسیدنی مس یعنی رسیدن، دست دادن، اما رسیدنی فرج یعنی رسیدنی شرمگاه بذکر منتصب با عضو مردانه منتصب راست شده باشد بلا حائل به مانعه. خب البته اینش خیلی ظاهر هست، اما در اینجا یک مشکلات را ایجاد میکند یا شاید یک غلط فهمی برای شما پیش آید که آیا تنها با رسیدن شرمگاه، دو شرمگاه با هم دیگر آیا طهارت میشکند؟ نه، چون که در اینجا کمی تفصیلات هست. البته طهارت تنها در آن حالت میشکند وقتی که قسمی اولی شرمگاه مرد مخفی گردد در شرمگاه زن، وقتی که این حالت پیش آید در آن حالت طهارت میشکند. اما تنها رسیدن آنها به هم دیگر به یگان مانعه، به یگان گویم که به یگان لطه، به یگان لباس این طهارت رو نمیشکند. و این را امام طحطاوی ظاهر میکند، واضح میکند، میگوید که بلا حائل یمنع حرارت الجسد. که اول میگوید که قول امام شورنبلالی همین است که به مانعه اگر باشد که گرمی بدن را منع کند، میگوید که صادق بأن لا يكون حائل اصلا و بأن يكون حائل رقيق لا يمنع الحرارة. میگوید که این جمله دو حالت را در بر میگیرد. یکی از آنها این است که عموما هیچ مانعی نباشد، یعنی که هیچ لباسی نباشد بین آنها، حائلی نباشد بین آنها. و دیگر حالت آن است که مانعی خیلی تنک باشد که گرمی را منع نکند، یعنی گرمی بدن
حس کرده شود. هر دو این حالت رو در بر میگیرد و بعدا میگوید که و کما ینتقد وضوءه ینتقد وضوءها کما فی القنیه، میگوید که چطوری که وضوء مرد در این حالت میشکند وضوء زن هم در این حالت میشکند، چطوری که این نقطه واضح شدگی هست در کتاب القنیه. و بعدا میگوید که وقال محمد لا ينتقد الوضوء الا بخروج المذي وهو القياس ووجه الاستحسان ان المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج المذي غالبا. یعنی که امام محمد رحمه الله در این حالت چی میگوید؟ میگوید که وضو تنها با خارج شدن مذی میشکند، یعنی که تری، تنها با خارج شدن تری میشکند. یعنی که وقتی که شرمگاه مرد به زن رسد، یعنی مخفی نگردد، درون نشود، تنها رسد به یگان خل مانعه، تنها وضو در آن حالت میشکند وقتی که تری خارج شود، رطوبت خارج شود، خب ویدیلنی میگوید خارج شود. این را با زبان فقهی مدی گفته می شود که در درس های بعدی این کلمه پیش میاد، در آن وقت بهتر میفهمانم برای شما. اما تنها در آن حالت وضو میشکند. امام محمد این را واضح میگرداند، یعنی که میگوید که این موافق قیاس میباشد. اما دیگر امامان از چی سبب این گونه، یعنی این را ما تحت چیزهایی که طهارت را میشکنند گذاشتند؟ برای اون که آنها میگویند که از جهت استحسان، این یک کلمه اصول فقهی هست، اگر این را نفهمید باکی ندارد، یعنی که از سبب بیرونی این است. به ما این معلوم می شود که وقتی که میگوید ان المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج المذي غالبا، وقتی که یک شرمگاه میرسد به شرمگاه دیگر، و علما این را هم واضح میکنند، فرق نمیکند بین زن و مرد باشد، با طریق جایز باشد، با طریق ناجایز باشد، و حتی میگویند زن با زن باشد و مرد با مرد باشد. یعنی البته این چیزهای حرام هست، اما این تنها در گفتگوی فقهی هست که این چیزها رو هم ذکر میکنند. میگویند که وقتی که یک شرمگاه به دیگر شرمگاه که میرسد به مانعه، به یکم چیز در مابین، این یعنی غالب، حالت غالب همین هست که مدی خارج می شود، تری خارج می شود، و وقتی که این گونه تری خارج شود طهارت میشکند. و حالت هایی که غالب می باشند به مانند اصل می باشد، و از این سبب این حکم را زیری همین باب گذاشتند. یعنی که قول امام محمد در اینجا موافق قانون های فقهی زیادتر هست که باید بگویم که تا وقتی که مدی خارج نشود طهارت نمیشکند. اما قول شیخین، یعنی امام ابو حنیفه و قاضی ابو یوسف، احوط هست، یعنی که زیادتر احتیاط دارد. خلاصه همین قدر شد که اگر یک فرج، یک شرمگاه به دیگر شرمگاه اگر رسد اما تری خارج نشود و شرمگاه مرد در شرمگاه زن مخفی نگردد، در آن وقت در اصل طهارت نمیشکند. خب یعنی که این باید در اینجا تفصیلاتش رو اضافه کنید. اما برای چی در اینجا امام شرنبلاری این رو در ما تحت این باب گذاشته است؟ از سببی که میگوید که عموما وقتی که یک شرمگاه با یک شرمگاه دیگر میرسد مدی خارج میشود و از برای احتیاط حداقل باید ما این حکم رو بدهیم که طهارت میشکند. اما چطوری که گفتم در اصل اگر مدی خارج نشود، تری خارج نشود، تنها با رسیدن شرمگاهان با هم دیگر طهارت نمیشکند. اما اگر مدی خارج شود طهارت میشکند، و البته اگر شرمگاه به دیگر شرمگاه داخل شود، البته در آن وقت هر دوی انسان ها جنوبی میگردند که اینش واضح است. در همین جا انشاءالله درس ما به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.